زندگی مانند دریا اوج دارد موج دارد. این یک اصل سواری زینه سخت کرد. وقتی که افتیدی زینه سر نکرد. وقتی که زینه دست برد چی قدری کردی و بدهی و تیزتر میدود تا حیات عمرت از قفوی یعنی اصل یعنی از قفوی زندگی میدوی. زندگی را تو دریا کنه نه میتونی. آن همون دریا دا که رفتی و تیرا بازی دارون دعم میگیرن. یکی شکرانه خدا، که ما در دو جهان غیر خدا یار نداریم. ما جز غمی و هیچ دیگر کار نداریم. مسکین و فقیر به کاشانه دنیا، با نیک و بدی هیچ کسی کار نداریم. ما شاخی درختیم پر از میوه توحید، هر ره گذر سنگ زند آر نداریم. در باب دل خسته شمس الحق تبریز، ما خود بجز این شیوه و گفتار نداریم. آخر امر برکت در کسب و کارتان. کسی که در کجای روی دنیای هست و خداوند بر رزق روزی و نصیبش همونجا نصیبش گرانده، پروردگار از همه آفت‌های دنیای زمینی و آسمانی نگهبانش باشد و چی نیت و آرزوهای نیک داشته باشد خداوند با آرزوهای نیک برسانش. توی فرزند، توی برادر، توی خواهر خرسندی به خوشبختی اولاد اجدادت میدن و آرزو میکنیم که آرزو دارم که هر یک سال عمرت 100 شود. دانه های تیش تأخیر من شود به حد شود. امر حق پروردگار بر سرت رهبر شود. دوستانت شاد باشد، حال دشمنت ها بد شود. لیکن فکر نفس نیت نیک کرده باشی وجه دشمن نداری، بد کرده باشی قدم دشمن کرد و همون خاطر فقط نیکی باشد. و امروزه خرسندی و خوشبختی خاندان برادر ارجمند ما که در جایی که ما نشستیم سالای بود که همینجا یک خرما ایستاده است. در تگه که همین توکل برای ما یک جایی که نشست کرده بود. ما هر وقتی که از کجایی که می اومدیم، از حصار می اومدیم، از شهرینه می اومدیم، از وحدت می اومدیم، از فرغان می اومدیم، ایوان می اومدیم، شب اول اینجا می اومدیم. چون که علاقه یانده تیار کرده بود ما در قرطا و شکرها بونونیدیم تا دیشب. این همیشه سرجمعت میشتیم. یا پیرشکی میکردن. پیرشکی اکای جانسون. یاد هستم. همینا که اینا میخوردیم. اینا این روزا بین خداوند نصیب میگه ما را با یک لحظه بالاتر بود از طورشون. این نبود. میز نبود. این میز نبود. یعنی مقصد که همین خیلی میزان نبود. و این روزا بینید که خرسندی آور با خداوند. نیت نیک نمیده.